نه. خب الان کجای ما؟ شما یه تمپله نزدیک سیمبایسر. نزدیک سیمبایسره؟ پس چی به نظر میاد؟ چی شده؟ یه ساعت و نیمه داریم راه میریم. چی بشه؟ منم پوکیدم فکر میکنم. این که میبینیم اوپیندره درون هم گذاشته بود رو نمای نزدیک. خدا دارن چه فیلم گندی گرفته سری قبل. نمای نزدیک بود اون دفعه؟ بله. بد شد؟ احتمال میگم چه بد بود؟ 600%. الان خاطر اون دلیل. این چیه اینجا؟ بلو ساتورن؟ نماره بچه ها گرنده بازی. این ساتورن بازی؟ والا هیکل تو باید خجالت بکشید شما. من خجالت میکشم. اگه خجالتی نبود از پیش من آده بودم برم. الان اینجا تابستونه ما اینجی داریم میایم مگه؟ این دفعه زمستون نداره که. الان زمستونه الان 24 دسامبره. اینجا زمستونی وجود نداره. اینجا که میونه شکر میونه شکر دارم خود. من میگه حال نرفتیم بگیرم این باشه آقا. ما اینجا همه پوکیده شدیم. الان در حال پوکیدن راهمون رو ادامه میدیم. انگار مثل کوه چی میمونی؟ اربوز؟ نه همش بله. این نمای قرمز که مشاهده درکه و دروند. آره منم خواستم به همون میگم همون جیبیه داره دروند و درکه فقط مشکل اینجا که اینجا نه قلیون گیر نه کباب و گوش شده نه توت گردو شور هم نید نه چه قشنگیه نیده بودم اینجوری جایی حتی یه خود شبیه پارک چیز میمونه جوراسیک؟ نه یه پارک هست تهران پارک جوراسیک اینا میمونه. این پارک چی بود توی تهران اینجوری بود؟ پارک ملت؟ سایی بود داره شبیه پارک سایی میمونه یه خورده حتی ما نمیدیم اون بالاش به چی میرسیم باشه حیوانه وحشی دانیم وحشی یخ نخورم اونو میدیم البته ما بعضی امتحان خیلی سختی اومدیم یه خرم این هم بلده ای شیط نشاشید متاسفانه از شاشیدن یه سگ عکس از آشکالا ها عکس بگیم جای تمیزی اینجا آشکالاشه که مشاهده میکنیم این چهره اینجا الان ما دوتا عاشق رو میبینیم دوتا عاشق در پارک سایه در پونه حالا 50 سال بیشتر 100 سال ساله اومدیم بالا نه انگار عاشقا بیشتر از این حرفان که ما دیدیم خیلی بیشتر از این حرفان این مرده نمسته سلام علیکم آب کسه اینا عاشق مخفیانه حالا رفتیم بالا معلوم نیست به چه صحنه‌های دیگه مشاهده میکنیم اینجا ISO certified first floor اینجا نمیشه انگار طبقه اول نمیم چی شده انگار ما برادم بیشتر از طبقه اول میاد آخر رسیدیم به اینجا معلوم نیست در اصل چی هست ما اینقدر راه اومدیم اینا این راهایی که اومدیم جای خلوتی هست در اصل نمیتونیم بریم دعا کنیم ما چرا؟ شما یک گاورنشون اومدن میکنم بس الان چه به گاو میتونم بخورم اونجا چیه؟ چپل چپل؟ میزنم بریم داخل چپل ستند
فکرم اینجا واسه کفش گرفتنه. آره دیگه باید بریم داخل، اینجا مقبرت بریم داخل. آها. من نمیدونم این زنده ولی کی حال داره کفش بده حالا. آره حال داری بریم. ولی حال ندارم کفش در آوردن خیلی سخت. هم تو در نیاری خیلی خدا من راضیه؟ یا ساعت در آخر از حوالتون میکنم کفشتون در نیاری چون معلوم بیوز نه اینجوری ها که میگی نیست. اصلا اینجوری ها که میگی نیست. اینجا چقدر گرمه خورده. اینا انگار نهار میبرن واسه کسی. خدا غذا میبرن خدا گشته. باشه که ما بریم اونجا بشینیم بخوریم. آخه نارگیل رو تو درد اتفاقه بیچاره. نارگیل بود؟ یکی داره یکی صدا میکنه معلوم نیست کیه. صدا از جای ناشناس میاد. بس دیگه بی خود دارشون